الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. این حلقه 18مین از آموزش کلمه التوحید، لا اله الا الله، نیست معبود بر حق بجز الله می باشد. و باذن الله سبحانه و تعالی در این حلقه باقی مانده از مسائل هایی که تعلق به فهم شرط های لا اله الا الله دارد به شما بیان کرده می شود. اولا ما باید بدانیم که هیچگاه شرط های لا اله الا الله و شکننده های اسلام در یک جا جمع نمی شوند. چگونه که کفر و اسلام در یک جا جمع نمی شود، چگونه که توحید و شرک در یک جا جمع نمی شود، این چونین شرط های لا اله الا الله و شکننده های اسلام در یک جا جمع شدنش ناممکن است. اگر به عباره دیگر و به مثال به شما بیان بکنیم، یک انسان هم موحد بودنش و هم مشرک بودنش ناممکن است. یک انسان هم کافر بودنش و هم مسلمان بودنش ناممکن است. و این چنین یک انسان شرط های لا اله الا الله را به جا آوردنش و این چنین شکننده اسلام را در همین وقت به جا آوردنش ناممکن است. چگونه ای که الله سبحانه و تعالی می فرماید که ما در درون صدر انسان دو قلب را قرار ندادیم، یک قلب وجود دارد. من قلبین فی جوفی. پس هر کسی که دوستدار و نصرت دهنده و کمک کننده کفار باشد، توحید با همراهی اون وجود ندارد. هر کسی که پرستنده قبرها قبر پرست باشد، پس توحید در این انسان وجود ندارد. هر کسی که مرده پرست باشد، پس توحیدش نابود گشته است. هر کسی که بغیر شرع الله به دیگر قانونها قانونگذاری بکند، حکم بکند، پس توحیدش نابود شده است. بارک الله فیکم. هر کسی که استهزا و شوخی با دین بکند، با رسول الله صلی الله علیه و سلم بکند، یا چیزی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا شریعت اسلام را استهزا و شوخی و مسخره نماید، در این نمود انسان توحید وجود ندارد. هر کسی که دین را بد بیند، اهل دین را بد بیند، پس توحیدش نابود گشته است. و همچنین این مثال ها بیان می کند که کفر و ایمان یک جا شدنش و شرط های لا اله الا الله و شکننده های لا اله الا الله یک جا شدنش ناممکن است. بارک الله فیکم. پس توحید از ایمان است، چخیلی که در حلقه های گذشته بیان کردیم. و ایمان این قول است، عمل است، اعتقاد است. و ایمان آوردن به الله یعنی کفر ورزیدن به طاغوت، همه اینها مرتبط به قول و عمل است. بارک الله فیکم. و در همین مسئله هم مرجئه ها غلط کرده اند. مرجئه ها در این مسئله نیز مخالف مذهب مسلمین اهل سنت و الجماعت برآمده اند.
بارک الله فیکم. و اونها میگویند هر کسی که تماما عملی را به جان نآورد و تمام شرک را انجام بدهد هم مسلمان است. و مذهب جهم و ابن کرام این مذاهب غلو کرده های مرجعه را به خود انتخاب کردند. بارک الله فیکم. این نیز یک مسئله مهمی بود که به شما بیان گشت. و مسئله دیگر، یکی از مسائل مهم برای فهمیدن شرط های لا اله الا الله، این فهمیدن اون گروه ها و فرقه هایی که نسبت شرط های لا اله الا الله فهم غلط دارند، یا پیش از این فهمیدن بعضی از عباره های غلط یا بعضی از فهم های غلط نسبت شرط های لا اله الا الله. امروز در حقیقت دعوتگران به نهایت زیادند. خود شما میدانید که امروز در وسایط اخبار با راه اینترنت، با طریق تلگرام و واتس اپ و غیر چیزهای دیگر، همه انسان ها به فرقه خود، به گروه خود، به فکر و اندیشه خود مردم را دعوت می نمایند. و بدانید که در این گروه ها و در این صحبت ها البته فرقه های وجود دارد که از فرقه های باطل است و نسبت شرط های لا اله الا الله فهم خطا دارد. ما فهم های خطا را به شما مجملا، یعنی عموما ذکر می کنیم. وقتی که شما این فهم های خطا را از کسی دیدید برحذر باشید. اولین فهم خطا این است که کسانی هستند که بعضی از شرط های لا اله الا الله را رد می کنند، انکار می نمایند به اساس انقیاد را. انقیاد یعنی عمل کردن. البته اینها مرجعه ها هستند. تمام شرط های لا اله الا الله را قبول میکنند، انقیاد را رد میکنند. و فهم خطای دیگر این است که بعضی انسان ها میگویند که این شرط های لا اله الا الله به آخرت تعلق دارد، نه به احکام دنیا. ما در حلقه گذشته گفتیم که این سخن مرجعه هست. مرجعه ها میگویند که شرط های لا اله الا الله تحقیقش، فهمش در این دنیا ضرور نیست، بلکه به آخرت تعلق دارد. البته این غلط است. بارک الله فیکم. و فهم غلط سوم این است که کسانی هستند که میگویند این شرط های هفتگانه لا اله الا الله تعلق به قلب دارد، نه به جسم. میگویند که این شرط های لا اله الا الله همه اش باطنی هست، تعلق به دل دارد. ما گفتیم این هم غلط است، چرا که شرط های لا اله الا الله هم باطنی و هم ظاهری هست و این چنین هم به این دنیا و هم به روز قیامت تعلق دارد. عمل، صدق، یا که عمل، قبول، انقیاد، اینها ظاهری هست. صدق، محبت، اخلاص، اینها باطنی هست. باطنی تعلق به روز قیامت و ظاهری تعلق به این دنیا دارد. و این چنین کسانی هستند که به بالای این 7 شرط های دیگر را باز ذکر می کنند که ما در حلقه گذشته به شما ذکر کردیم که بعضی ها هر نمود چیزهای دیگر را به بالای این شرط ها ذکر می کنند و شرط ها را از 7 تا زیادتر و یا
عباره های دیگر را داخل می کنند. و فهم غلط پنجم این است که بعضی ها میگن این شرط صحت لا اله الا الله نیست، بلکه شرط کمال ایمان است. یعنی معنای سخن این است که اگر شما این شرط های لا اله الا الله را نفهمید، ندانید، به اهمیت باشید، هم ایمان شما وجود دارد اما ایمانتان ضعیف است. میگوید ما میگیم این سخنی مرجئه است و این سخنی غلط است. بلکه اهل سنت و الجماعت میگویند این شرط هفتگانه شرط صحت لا اله الا الله است. و کسانی هستند که میگویند همه مسلمان ها در این شرط هفتگانه برابرند، دانند یا ندانند. این هم مذهب مرجئه است. و بعضی دیگرها از این شرط های هفتگانه بعضش را به بعضش داخل میکنند. مثلا میگویند قبول و انقیاد به معنای یگانه است، یا که صدق و اخلاص این یک شرط یگانه است، که البته از نظر اهل سنت و الجماعت همه این سخنها باطل است و غلط است. و بعضی از فرقه دیگر به مانند خوارج میگویند هر کسی که میخواهد که به اسلام داخل بشود لا اله الا الله محمد رسول الله را باید بگوید و این 7 شرط را حتما در همون وقت اول اسلام آوردنش بداند و قبول بکند و عمل نماید. که البته این مذهب خوارج است. بلکه ما اهل سنت و الجماعت میگوییم هر کسی که لا اله الا الله گفت به مجرد لا اله الا الله گفتنش داخل اسلام می شود، گرچنده که از این شرط های هفتگانه خبر نداشته باشد، اما با مرور زمان این شرط های هفتگانه را حتما به این انسان نامسلمان شده آموزانیده و فهمانیده می شود. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. و این چنین کسانی هستند که شرط های علاوگی را که از این شرط های لا اله الا الله نیست داخل کرده است. به مانند خوارج ها میگد تکفیر باللازم و البیع للامام، تکفیر کردن به سبب گناه، تکفیر کردن به سبب گناه کبیره، یا که گذاشتن اصل اهل لا اله الا الله کفر. میگن که اصل تمامی حتی ملت اسلام کسانی که لا اله الا الله گفتن اصلشون کفر است و اینکه از اونها تبیین یابند. و میگن که اذا کفر الحاکم کفر المحکوم. این البته سخنهای خوارج است. بارک الله فیکم. البته این عباره هایی که ذکر کردیم همه اش عباره های غلط و فهم خطای نسبتی شرط های لا اله الا الله بود که ما باید بفهمیم و از این خطاگی ها خود را دور بگیریم. بارک الله فیکم. پس این شرط های لا اله الا الله در نزد فرقه های باطل و مخالفین این چنین چی معنی دارد یا چگونه قبول میکنند؟ به مانند مذهب مرجئه، مذهب خوارج، مذهب اگر نگاه کنیم علمانیون، یا که معطله، قدریه، جبریه، فلاسفه، همه این فرقه های باطل شرط های لا اله الا الله را به فهمی غلط خودشان میفهمند. بارک الله فیکم. پس سرشوی شرط های لا اله الا الله را اکثر و معظم فرقه ها از جهت اصل قبول دارند، اما بعد از قبول کردن شرط های لا اله الا الله در مسئله فهم لا اله الا الله این فرقه ها باطل می شوند و به اصل باطل فرقه خودشان شرط های لا اله الا الله را تفسیر و معنی دادی خطا می دهند. بعضی از این شرط ها را رد می کنند و بعضی دیگرش را معنی خطا می دهند و چیزی زیادی می درارند. اولین فرقه باطلی که در فهم شرط های لا اله الا الله خطا کرده است این مرجئه است. فرقه مرجئه. باید دانید که در همه مسائل اعتقادی مرجئه و خوارج در دو طرف اهل سنت و الجماعت وجود دارد و اهل سنت و الجماعت همیشه در بین است. اهل سنت و الجماعت مذهبی وسط است، ما بین است، نه افراط میکند نه تفرید. خوارج افراط میکند، یعنی غلوف، از حد میگذرد
مرجئه تفریط میکند و تقصیر میکند و کمبودی میکند و اهل سنت و الجماعت در بین می ایستد، در مابین، نه افراط و نه تفریط، نه غلو میکند و نه ترک میکند. پس مرجئه با تمام نمودهایش و با تمام صفتهایش که ما در حلقه های گذشته به شما بیان کردیم، 9 نمودی مرجئه را همه اش از شرط های لا اله الا الله عمل را بیرون میکند و این چونین شرط انقیاد عملی را انکار میکند. پس انقیاد، این شرط لا اله الا الله، شرط هفتمینش، یعنی عمل پابرجا بودن در عمل، اطاعت الله و رسول الله را انجام دادن، شرط عملی هست. مسلمان باید بعد از این که لا اله الا الله را بگفت باید عمل نماید. اما مرجئه می آید تمام نمودهای مرجئه، مرجئه جهمی، مرجئه کرامی، مرجئه اشعری، مرجئه ماتریدی، مرجئه اخوانی و حزبی و غیره، همه اش عمل را از شرط لا اله الا الله انقیاد را نیست می کند و رد می کند. اشعری ها می آید صدق و علم را قبول می کند و باقی مانده را رد می کند. اینها اشعری ها می گوید لا اله الا الله شروط دارد، ما هم قبول داریم، اما شرط لا اله الا الله در نزد اشعری 2 تا هست، نه 7 تا. در نزد اهل سنت و الجماعت 7 تا هست، در نزد اشعری 2 تا. این صدق و علم، اخلاص وجود ندارد، محبت وجود ندارد، قبول وجود ندارد، انقیاد وجود ندارد. سبحان الله. و اگر نظر کنید به برادر اشعری ها، ماتریدی های مرجعه، اینها باشند صدق، قبول و اقرار را قبول میکنند. صدق، قبول و اقرار. و بعضی از مرجعه های دیگر میگن که این 7 شرط را ما قبول میکنیم، اما این شرط های صحت لا اله الا الله نیست. یعنی اگر انسان این شرط ها را قبول نکند یا که بجا نآورد هم هیچ باکی ندارد، یعنی شرط کمال هست. میگه ایمان انسان را زیاد میکند، اگر انجام ندادید ایمانتون ضعیف میشد. و البته این نمود مرجعه ها باز میگن که این شرط های لا اله الا الله به دنیا تعلق دارد و به آخرت تعلق ندارد. و فرقه دیگری مرجعه ها به مانند کرامیه که فقط ایمان را نطق میدانند، بعد از جهمیه ها میستد، شرط لا اله الا الله را فقط یگانه چیز میدانند، نطق. یعنی لا اله الا الله گوید تمام است به همون. پس مرجئه یگانه فرقه باطلی هست که تمام جمیع شروط های عملی لا اله الا الله را انکار میکند و میگوید که لا اله الا الله یک کلمه هست که هر کسی که بگوید یگان عملی خیری را انجام ندهد هم ایمانش مثل ایمان جبرائیل هست، مثل ایمان و میکائیل هست، مثل ایمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دیگر صحابگان است. یگان عمل را انجام ندهد هم این مسلمان قوی الایمان است میگد. و البته این سخنی غلات مرجعه غلط است و باطل است و سبب شکست خوردن امت اسلام شده است. و البته همین نمود مرجعه ها میگد که لا اله الا الله بگوید، اگر علم داشته باشید یا یقین نداشت، علم نداشته باشید، یقین نداشته باشید، صدق نداشته باشید، اخلاص نداشته باشید، محبت نداشته باشید، انقیاد و قبول نداشته باشید هم شما داخل جنت میشوید و از آتش دوزخ نجات مییابید. و دلیلشون حدیث بطاقه هست، حدیث بطاقه ای که به سبب بطاقه انسان نجات مییابد. ما البته در حلقه های گذشته به شما شرح این حدیث را بیان کردیم که صاحب این حدیث بطاقه اصل ایمان را دارد، عمل دارد، اما وقتی که گناهش زیاد است به بطاقت و حدیث لا اله الا الله نجات مییابد. پس مرجئه های غلات میگن که اصلا کلمه لا اله الا الله هیچ شرطی ندارد.
کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت میشد. خیلی که حدیثی را میارند من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که لا اله الا الله بگفت داخل جنت میشد. ما این حدیث رو به شما شرح دادیم و بگفتیم که اهل سلف در شرح این حدیث به سه مذهب جدا شده اند. مذهب اول نسخ، این حدیث منسوخ شده است. مذهب دوم این حدیث مطلق است و حدیث های بعد از این آمده مقید کرده است. حدیث های دیگر است که این حدیث رو باز شرح میدهد به مانند الا بحقها و الا بحسابها. پس این بود فرقه اول از مذهب مرجئه ها، فرقه اولین فرقه باطلی که در شرط لا اله الا الله غلط رفته است و خطا کرده است و باطل کرده است و همه این فهم مرجئه فهم غلط بود. چرا ما این فهم غلط را به شما بیان می نماییم؟ تا که خود را پرهیز بکنید. امروز مردم منطقه ما اگر نظر بکنید اکثر عالم اسلامی بخصوص آسیا وسطا، آن دولت هایی که در زیر تصرف کمونیست ها بودند، همه اشان مرجئه در فهم لا اله الا الله شدند. امروز به تمام تاجیکستان، ازبکستان، این مرکزهای مسلمان نشین قدم گذارید و ببینید که مردم چی میگویند. مردم نه نماز دارند، زنها نه حجاب دارند، از توحید بیخبرند، قبر میپرستند، یگان رکعت نماز ندارند، هیچ علامت مسلمانی ندارند و باز میگویند که ما مسلمان هستیم، لا اله الا الله میگوییم و دل ما پاک است و دل پاک باشد شد. و انمین مذهب مرجئه هست. وقتی که علما بیان نکردن مذهب مرجئه پهن شد، غلبه کرد و البته کافرها میخواهد که ما مذهب مرجئه قبول کرده باشیم یا مذهب مرجئه در بین امت اسلام پهن شده باشد، زیرا تمام منافقین، مرتدین، کافران از مذهب حقیقی اهل سنت و الجماعت می هراسند و می ترسند. بارک الله فیکم. ما به شما بیان میکنیم تا که خود را از این نمود غلط ها و خطاگی ها دور بگیرید. و فرقه دومی که در فهم شرط های لا اله الا الله خطا کرده است خوارج ها هست که در شرط های لا اله الا الله بعضی از شرط های دیگر را داخل میکنند که از شرط لا اله الا الله نیست، یعنی با غلو و زیاده روی میکنند. مرجئه ها شرط ها را نابود میکنند، نیست میکنند، لا اله الا الله را یک کلمه خشک میکنند. خوارج ها می آیند به بالای این 7 شرط با شرط های دیگر را زیاد میکنند و غلو میکنند، به مانند این که میگویند التکفیر باللازم والبیعه و این چنین تکفیر کردن به سبب ترک کردن بعضی از عملها، تکفیر کردن به سبب بعضی از گناه ها را انجام دادن، تکفیر کردن به سبب گناه کبیره که البته این مخالف قرآن و سنت است، یا تکفیر کردن عموم مسلمان ها، آنهایی که لا اله الا الله میگن این نمود مسلمان ها را اصلشان را کافر گفتن و تکفیر کردن و اصل اهل لا اله الا الله را کفر گفتن. و البته این مذهب خوارج است که در این مسئله مذهب خوارج هم غلط میکرد. و فرقه سوم، فرقه باطل، فرقه قبوریه هست. قبوریه یعنی قبر پرست ها. امروز برادران و خواهران عزیزم بارک الله فیکم، در بسیار از منطقه های مسلمان نشین قبوریه ها، قبر پرستان زیاد شدند، به مانند پاکستان، افغانستان، هندوستان. خود را اهل سنت و الجماعت میگویند، خود را اهل سنت و الجماعت مینامند، اما قبر پرستند. در هر روزی که الله سبحانه و تعالی به آنها فرصت داده است در گرد قبر طواف میکنند، توکل به قبر میکنند، از قبر دعا میطلبند، از قبر منفعت میطلبند، از قبر رزق میطلبند و بلا را دور کردنش را از قبل میطلبند. اینها را علما میگن قبوریه. و این نمود مذاهب در افغانستان و پاکستان و این چنین در افریقا و دیگر مناطق دنیا منتشر شده است. بارک الله فیکم. قبوریه ها اینها مشرکان هستند، از طائفه های صوفی. عادتا قبوریه ها صوفی ها هستند و این چنین بعضی از علما رافضه ها را هم قبوریه میگد. البته مذهب ما این است که رافضه ها کفار است. البته اونها قبوری، اونها مشرک مجوسی، اونها کفار است. اونها را ما در این باب مثال هم نمیاریم.
اونها دینشان دیگر دین است. اما این قبوری ها توحید را رد کردند. خواه قبوری صوفی باشد، قبر پرست یا رافضی شیعی باشد، کسی نباشد، این قبر پرستان اصلا توحید را به ریشه اش رد کردند، انکار نمودند و به جای توحید شرک را گذاشتند. دین اونها شرک است، خیلی که دین اهل سنت و جماعت اساسی چیز اجرا کردن توحید است. وقتی که نظر به مذهب صوفی میکنید، وقتی که نظر به مذهب باطل دین رافضی مجوسی میکنید، میبینید که اصل دین اونها شرک است. شرک را انجام دادید مسلمانید، شرک را ترک کردید کافرید. قبر را پرستیدید پس شما مسلمانید، قبر را نپرستیدید شما کافر هستید. اعوذ بالله من ذلک. بجای توحید به محل توحید شرک را گذاشتند و عبادت قبر را بجای عبادت الله گذاشتند و به خاطر همین شرک عمل می نمایند، شرک انجام دادن را قبول کردند و شرک را دوست داشتند و به خاطر همین شرک به شما بدبینی می کنند و همین شرک را عموما توحید گفتند. و از همه عجایب ترین عمل این است که وقتی که به این صوفی های قبر پرست یا برافضه های کفاری مرده پرست میگوید که توحید، کلمه توحید را به اونها میگوید، بدنشان به لرزه می آید. از شنیدن کلمه توحید بدنشان به لرزه می آید و طاقت شنیدن کلمه توحید را ندارند. و تمام این شرط های کلمه توحید را گفتند که این شرط های شرک است. سبحان الله. عموما این قبوریه ها لا اله الا الله را نابود کردند، رکنهایش را نیست کردند، شرطهایش را تمامش را نیست کردند. پس در نزد اونها توحید الوهیت و توحید اسما و صفات وجود ندارد. اونها فقط توحید ربوبیت را قبول میکنند که میگویند الله یگانه است، دنیا را یگانه خودش خلق کرده است، خودش قادر اختراع است، خودش رزق دهنده است، خودش میراننده است، خودش زنده کننده است. همین قدر ایمان دارند که این توحید ربوبیت است که ابو جهل، ابو لهب، ابو عتبه بن ربیع، ابو طالب، این همه کافرانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همه اونها را مشرک گفته بود و همه اونها به دوزخ رفته اند، همه اونها این سخن مشرکین را میگفتند. یعنی ابو جهل هم میگفت که الله این دنیا را خلق کرده است، الله باران میباراند، الله رزق میدهد، الله میمیراند، الله زنده میکند. اما به این اقرارش مسلمان نشد، زیرا مقصد دین اسلام توحید الوهیت است، نه ربوبیت. ربوبیت را هم اقرار میکردند. پس این صوفی ها، رافضه ها، اینها مقصد دین را باز به ربوبیت میبرند و در الوهیت شرک را انجام میدن. بارک الله فیکم. و فرقه چهارم که در فهم شرط های لا اله الا الله مذهبی غلط دارند، این مشرعون، حاکمانی هستند که خودشان قانون میبرارند، قانون الله و رسول الله را رد میکنند و خودشان دستور میبرارند، قانون میبرارند، کنستوتسیا میبرارند و به حکم غیر الله سبحانه و تعالی در بین بندگانش حکم میکنند. حکم خودشان نوشته را از حکم الله و رسول الله افضل میدانند و شرط های لا اله الا الله را رد میکنند. شرط های انقیاد، عمل کردن، قبول کردن و اخلاص در عبادت به الله رب العزت و جلال را رد میکنند. و پنجم فرقه باطل، این دوستداران کفار، الموالون للکفار، دوستداران کفار یعنی ظاهرا و باطنا نصرت دهندگان کفار، خود را مسلمان میگیرند اما دوستداران حقیقی کفار هستند و کفار را نصرت به ضد مسلمان میدهند. شرط محبت و شرط قبول را اینها از این شرط لا اله الا الله رد میکنند و این چنین رکن کفر بر طاغوت را از رکن اول لا اله الا الله رد میکنند. و مذهب باطل پنجم این مذهب مرتدون هست. مرتدها یعنی مرتد کی؟ کسی که اصلش مسلمان بود و بعد از این از اسلام بیرون شد، این مرتد گفته می شود.
و این چنین اینها شرط های لا اله الا الله را نیست کردند. و این چنین علمانیون به مانند حکومت ترکیه، اینها میگن سیاست از دین جدا هست. یعنی شما در مسجد نماز را خوانید، ما چیکار خواهیم میکنیم و دولت دموکراتی انمین دولت مسلمانی است میگه که البته اینها خطا کرده است و این کارشون کفر است و به کفر واقع شده است. و این چنین انسان ها البته کسی که این نمود اعتقاد دارد حکمش کفر است. بارک الله فیکم. این چنین معطله نیز شرط های لا اله الا الله را انکار میکند، یا که یکی از شرط های لا اله الا الله انکار صفات مینامد. قدریه اثبات عدل و پاک کردن الله از ظلم و انکار کردن قدر و بعضی از مسائل عقیدوی را از شرط های لا اله الا الله میداند. جبریه فلسفی ها میگد که هر کسی که به الله به وجود بودن الله ایمان بیارد تمام است، همین شرط لا اله الا الله هست میگد. و همه این مذهب های 6 یا 10 مذهبی باطلی که به شما ذکر کردیم، مذهب های باطل در فهم شرط های لا اله الا الله بود. بس برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم، وقتی که این غلط ها و این خطاگی ها و این کفریات ها از مذاهب مرجعه و خوارج، قبوریه و قبر پرستان و رافضه و صوفی و از علمانی و دموکراتی و از غیر این مذهب های باطل به شما ذکر کرده شد، شما بعد از فهم این خطاگی ها خود را از اینها دور بگیرید و عقیده خود را صحیح گردانید. و با همین ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده ما به شما معنای کلمه شرط را ذکر میکنیم که خود شرط چی معنی دارد، و بعد از آن ان شاء الله سبحانه و تعالی 7 شرط لا اله الا الله را به شما شرح و توضیح خواهیم داد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.